در مرکز کودکان و نورسانی شهر دوشنبه با اشتراک مأموریت پدر و مادران و استراحت کنندگان مراسم تنتنوی افتتاحی لاگر استراحتی و آموزشی رنگین کمانی نزد مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسانی شهر دوشنبه برگزار گردید. بعد انجام قسمت تنتنوی و قبول گزارش ها، مسئولین مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسانی شهر دوشنبه کل استراحت کنندگان لاگر را با کشاده شوی بسته یکمی آن صمیمانه مبارکباد گفته به آنها استراحت با فراغت تمنا نموده یادرس شدند که تشکیل چنین لاگرها چی در داخل پایتخت و چی بیرون از آن از دستگیری های نوبتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه مخصوصا رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی بوده امسال در دوره تعطیل تابستانه بیش از 10,500 نفر خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی پایتخت در استراحتگاه‌های نزد مؤسسوی و بیرون از شهر رایگان به استراحت و فراغت فرا گرفته می‌شوند. من سالی اول است که در این لاگر اشتراک می‌نمایم. این لاگر به من خیلی پسند اومد. امیدواری دارم که در اینجا دوستانی زیاد پیدا کنم. من برای سال نوی خوانش پورا آماده می‌شوم. برنامه فرهنگی آماده نموده محفل‌های ایجادی بدیعی و انسامبل شکوفه‌های پایتخت مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه انجام بخش این چورابینی تنتنوی گردید و بس یکمی لاگر طبق رجای تصدیق گردیده به فعالیت آغاز نمود. اینجا علاقه بس یکمی لاگر است. ما در این لاگر مشغولیت های خیلی خوب میکنیم. من به دوستانم میخوام توصیه دیم که با اینجا آمده همراه ما خوانند. ما در اینجا خیلی دوستانی زیاد داریم. سالا من در این لاگر رنگین کمان اشتراک میکنم. یادرس باید شد که لاگر استراحتی و آموزشی رنگین کمانی نزد مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه در چهاربست است. از 11 ایون تا 3 ایول سال روان فعالیت نموده در هر بست 100 نفر نورسان خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهر دوشنبه در عموم 400 نفر به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند.